در ماه 26 بلوچستان حاکم میر دوست محمد هم بلوچ یدا مثال روچند رضا هم پهلوی دستا. من سال 1308 در ماه 26 یک انچوشین روچ بلوچستان دومی حاکم میر دوست محمد هم بلوچ رضا هم پهلوی دستا یدام و تیرگاری کنگ روچند. میر دوست محمدان پگا پتران کنگ حاطرا گونج جتا این زمانتان چه تهران روگا پد پا تهران تا هم مانگا مجبور بود و آیا را چه تهران در کپگ اجازت نبود و رضاهان پوجی لشکر سرجمی وحده آیه امراهتند. پدا رضاهان که چه میر دوست محمدان بلوچستان واتر بواگ و روگ رازدار اراده سرپدی رست آیا را لشکری آمیدگی سپا نکورتگین قتل سرا موت سزا داد. میر دوست محمدان رضاهان لشکر مردمی نکشتگد و یک قتل دیگه کسی کتگ و دروچه پد آیا را اعدام کرد و رنده توپخانه میدان آهان تیرگاری کرد. پدا نامعلوم قبرستانی تها که آیه کب کنگ راستین جاگه چه یک کول بلوچستان لس محلوکا پشت درش کرد دان که راج دوستن لوٹانی هیچ وڑین جوڑهشت مبید. میر دوست محمدان و تیرناکو میر بهرام خان بیرانیا پد سال 1300 هجری نزدیکا بلوچستان تهیکاران ذمواری زود. آیا مالیات بندوبست کرد، نوکی وانک جهان جور کنگ رندگیری کرد، افغانستان، هندوستان و عمان تجارتی کاروان روان داد، اندری یک گویی و توپاکی دیمرئی و پوج بندوبست کرد. بله یک آشوبی دوره آت که انگلند گون دوست محمدان سنگین جهد تحت و تجارتی کاروانان رواگ و آیگ راها انگریز بند کرد و دوست محمدان بدلا رضا هم پالانی حمایت کرد و بالی ارشرنی واسطه پهلوی لشکر کمک کرد و ای وڑا سال 1307 هجری بلوچستان سرکار کپت. تیوتی بلوچی چانل اهوش تیوی گما همراه بید. Persian TV.